اگر وقایع تاریخی چیزی را به ما آموخته باشد، آن وحشتناک بودن تاریخ است. تمام قتل‌های مهیب، میکروب‌هایی که در اطراف آنها پرواز می‌کنند و دیکتاتورهای خشونت‌آمیز منجر به حداقل چند داستان استخوان‌سوز شده است. در ادامه به 9 حقیقت ترسناک تاریخی اشاره خواهیم کرد که احتمالاً باعث خواهد شد که مو بر بدنتان سیخ شود. با ما همراه باشید. در سال 1792 هنگامی که ماکسیمیلیان ربسپیر، حقوقدان و دولتمند فرانسوی متوجه شد که باید اعدام شود، با گذاشتن تفنگ و شلیک کردن در دهان خود اقدام به خودکشی کرد که ناموفق بود. هنگامی که او را زیر گیوتین بردند، جلاد بانداجی که دو طرف فک زخمی او را به هم متصل کرده بود را پاره کرد. این کار او باعث شد که ربسپیر در برابر جمعیت فریاد دلخراشی بزند، تا زمانی که تیغه گیوتین صدای او را خاموش کرد. شیخانجی بنیانگذار سلسله یانگ و اولین امپراتور چین بود. او همانند بسیاری از قدرتمندان تصمیم گرفت برای همیشه زندگی کند، به نحوی جاودانه شود. او به پزشکانش دستور داد تا اکسیر جاودانگی را پیدا کنند و در غیر این صورت کشته خواهند شد. پزشکان او خیلی زود اکسیر معجزه‌آسا و سحرآمیز جاودانگی را پیدا کردند و هر روز به او خوراندند. آن داروی جادویی در واقع جیوه بود و او پس از چندی در اثر مسمومیت با جیوه از دنیا رفت. جیمز جیمسون، وارث امپراتوری ویسکی ایرلندی، در یکی از سفرهایش به آفریقا از یکی از تاجران برده دختر 10 ساله آفریقایی را با قیمت ناچیز خریداری کرد و او را به کلبه‌ای که تعدادی آدمخوار در آنجا بود برد. به مترجم خود گفت که به آنها بگوید این دختر بچه هدیه‌ای از یک مرد سفیدپوست است که می‌خواهد خورده شدن او را از نزدیک ببیند. آدمخوارها دخترک را به درخت بستند و شکمش را با خنجر دریدند و مدتی صبر کردند تا خون او کاملا تخلیه شود. دخترک با التماس از مرد سفیدپوست و همراهانش می‌خواست تا او را نجات دهند، اما زجرهای او بی‌حاصل بود و نتیجه‌ای نداشت. آنان با بیرحمی تمام جان دادن دخترک را تماشا کردند. بعد از آن جسدش را تکه تکه کردند و خوردند. جیمسون این صحنه‌ها را در 6 نقاشی با جزئیات تمام با آبرنگ نقاشی کرد. پس از گذشت چند ماه خبر این حادثه دردناک به صفحات روزنامه‌های اروپایی رسید و این یک رسوایی بزرگ برای جیمسون که همیشه در نقش یک جنتلمن در جامعه حضور داشت به شمار می‌رفت. او در دفاع از خود گفت نقشی در آدمخواری نداشته و وقتی به کلبه رفته بود آنها به مرحله خوردن پای قربانی رسیده بودند. اگر تا به اینجا از ویدیو خوشتان آمد ویدیو رو لایک کنید، چرا که ترس بیشتری در راه است. جان واتسون یک روانشناس معروف بود که کارهای خطرناکی می‌کرد. او به منظور فهمیدن این مسئله که آیا ترس به طور ذاتی در انسان ریشه دار می‌شود یا خیر، در سال 1920 آزمایشی را بر روی پسر بچه کوچکی به نام آلبرت انجام داد. آلبرت را به وسیله حیوانات مختلف می‌ترساند، اما بعد از اینکه واکنش ترس از طرف آلبرت مشاهده نکرد، همزمان با نشان دادن حیوانات مختلفی به آلبرت صداهای وحشتناکی را از پشت پرده ایجاد می‌کرد. سرانجام آلبرت شروع به بروز ترس از حیوانات کرد. به زودی ترس از حیوانات به اشیاء شبیه به حیوانات مثل مجسمه و عکس نیز انتقال پیدا کرد. آلبرت هیچگاه یاد نگرفت راه برود و حرف بزند و در نهایت در سن 6 سالگی فوت کرد. یک قبرستان طبیعی به نام دره رنگین کمان در کوه اورست وجود دارد. اورست نام خود را از لباسهای رنگی و وسایل کوهنوردی متصل به جسدهای متعددی که در دامنه کوه قرار گرفته بودند دریافت کرده است. گردشگرانی که مایل به صعود از اورست هستند باید در مسیرشان از کنار این جسدها عبور کنند. با گذشت زمان این جسدهای مومیایی شده تبدیل به جایگاه‌های هدف برای کوهنوردان شدند. ریموند رابینسون، معروف به مرد سبز، در اثر یک حادثه الکتریکی چهره جوان خود را از دست داد. او بدون داشتن چشم، دهان، بینی و تنها با داشتن 2 گوش موفق شد تا سن 74 سالگی زندگی کند. او به دلیل نارضایتی از ظاهر خود تقریباً تمام روز را در خانه می‌ماند، اما عادت او برای پیاده‌روی طولانی در شب او را به یک افسانه شهری تبدیل کرد. در طول تمام سربریدن‌ها و سرنگونی‌ها یک دانشمند به نام بیریکس در حال مطالعه مرگ بود. او می‌خواست به همه ثابت کند که بعد از قطع شدن سر چشم قادر به پلک زدن است. او از یک زندانی محکوم به مرگ به نام هنری خواسته بود که پس از قطع شدن سرش با گیوتین تا جایی که می‌تواند چشمک بزند و هنری تا 30 ثانیه بعد از قطع شدن سرش پلک می‌زد. گوردون اسمایلی، راننده جوان و دوست داشتنی اهل تگزاس، در سال 1982 در حالی که تلاش می‌کرد رکورد سرعت را بشکند فوت کرد.
چرا که به یک دیوار با سرعت 185 مایل بر ساعت برخورد کرد. پزشک او در آن زمان استیو شاهد تصادف بود و بعدها در زندگی نامه خود نوشت: در حالی که با عجله به ماشین نزدیک می شدم، ترشحات خاکستری رنگ عجیبی را بر روی آسفالت دیدم و هنگامی که بالای سر اسماعیلی رسیدم متوجه شدم که کلاه ایمنی او به همراه قسمتی از سرش کنده شده و آن مواد خاکستری خرده‌های مغز او بوده. در واقع کلاه او به علت نیروی گریز از مرکز بسیار بزرگ و بر اثر ضربه از روی سرش کشیده شده بود و هر کدام از استخوان‌های بدن او چند قسمت شده بود. زخم عمیقی روی بدنش ایجاد شده بود که گویی کوسه به او حمله کرده بود. هرگز چنین صحنه‌ای ندیده بودم. اگر این ویدیو را دوست داشتید با کلیک بر روی دکمه لایک به ما کمک کنید. همچنین اگر مایل به دیدن ویدیوهای بیشتر از ما هستید حتما سابسکرایب کنید و زنگوله را هم فعال کنید و در آخر کامنت فراموش نشود.